من فکر می کنم باید برای جلوگیری از کشت و کشتار و دفاع از آمون باید عوامل اصلی جنگ افروزی را نابود کرد. اول آمن‌هوتپ، دوم پوتیفار. ما به دنبال کسی هستیم که این امر مهم را انجام داده موجبات خوشنودی آمون را فراهم سازد. نه من نمیتوانم عالی جناب، نمیتوانم یک خدا را بکشم. اون مقام نیمه خدایی دارد. نه اصلا از من بر نمیآید. تو خود میدانی که من کاهن اعظم همه معابد آمون هستم و مقام نیمه خدایی دارم. از تو میپرسم آیا جرم کسی که از خدایان است و با خدایان دشمنی میکند سنگین‌تر از افراد معمولی نیست؟ برسانی تو با این اقدام مقدس هم آمون بزرگ را از نابودی نجات داده ای، هم جان هزاران نفر انسان را. جان خود من چه می شود؟ همسر فرزندانم چه می شود؟ هیچ خطری تو و خانوادت را تهدید نمی کند. انجام این کار بسیار ساده است. من طریق اون را به تو خواهم گفت. تو چرا میخواهی همچنان سفره‌داری ساده باقی بمانی؟ تو چرا نباید خزانه دار یا رئیس کشاورزی مصر شوی؟ من خزانه دار؟ رئیس کشاورزی مصر؟ به اضافه صدها سکه طلا که تا پایان عمر تو را از هر گونه زحمتی بی نیاز خواهد کرد. دقیقاً فرمودید چند سکه طلا؟ 1000 سکه کافی است؟ 2000 سکه. آخر میدانید من در قصد دوستی دارم که باید او را با خود همراه کنم. به هر حال اگر 2000 سکه شود مانعی نیست. باید از ثروت عظیم آمون برای حفظ او استفاده کرد. عالی جناب، اگر به هر دلیلی موفق نشدیم یا گرفتار شدیم، آنگاه به سر همسر و فرزندانم چه می آید؟ در صورت گرفتاری اگر از رابطه خود با من یا کیمونی و بزرگان معبد سخن نگویی، همسر به فرزندانت در پناه آمون خواهند. و اما اگر کلمه‌ای به زبان بیاوری، خانواده و همه بستگانت به نفرین آمون گرفتار شده و نابود خواهند شد. عالی جناب، بانو زلیخا قصد ورود دارند. این برده کنعانی علیرغم دستور شما ماجرای آن شب را برملا کرده. باز چه نیرنگی در سر داری؟ بی پرده بگو. ظاهرا نمیدانید این خبر تا چه حد ما را رسوا کرده است. همه جا نقل مجالس شده که عزیز مصر مراوده برده ای را با همسر خیش دیده، اما نادیده گرفته. نه بند و زندانی، نه کند و زنجیری و نه حتی ضرب و شتمی. تو از من میخواهی که بیگناهی را در بند کنم؟ اولا بیگناه نیست، راز برملا کرده. ثانیاً منظور من اقدامی ظاهری و کوتاه مدت است. مثلا چه اقدامی؟ او را زندانی کنید. بیشک در بند کردن یوزارسیف دهانهای یاوه‌گو و نمام را میبندد.
تصمیم عالی جناب چیست؟ نیاز به کمی تعمق دارم. شما بروید. پاسخ برای بعد. این عروس کجایی؟ اینجا هستم آپوفیس. چه شده؟ به دیدار یک دوست آمدم. اشکالی دارد؟ تو معمولا به ندرت اینجا می آیی. اتفاقی افتاده؟ نمیدارم چه بگویم و از کجا آغاز کنم. گاه انسان به دیدار یک دوست قدیمی نیاز دارد. نیاز به درد و دل، نیاز به یار و مددکار. از من چه کاری ساخته است؟ میدانی این عروس، من انسان معتقدی هستم و نمیتوانم اهانت به خدایان را بپذیرم، مخصوصا اهانت به آمون بزرگ را. در این خصوص من و تو مثل یکدیگریم. کسی به آمون اهانت کرده؟ آری، تو هم او را میشناسی و بارها اهانت و بی‌اعتنایی او را به آمون دیده ای. گمان کنم فهمیده باشم. فرمانروا آمنحتپ را میگویی نه؟ بارها با یکدیگر شاهد بی‌حرمتی او به آمون بوده ایم. چه باید کرد؟ به هر حال او فرمانرواست و ما مجبوریم سکوت کنیم. ای کاش فقط بی‌حرمتی میکرد. میخواهد علیه آمون اقدام کند و تومار آمون پرستان را در هم بپیچد. خدایان رحم کنند. اگر حقیقت داشته باشد جنگ بزرگی به راه خواهد افتاد. هزاران نفر کشته خواهند شد. تو اگر به توانی مانع این کشتار بشوی و آمون بزرگ و کاهنان معبدش را نجات دهی، این کار را خواهی کرد؟ البته، اما جلوگیری از جنگ کار امثال من و تو نیست. مانع به هم ریختن لشکرهای آمون و آمنحتپ نمیتوان شد، اما مانع صدور فرمان جنگ که میتوان شد. منظور خود را واضح تر بگو. ما چگونه میتوانیم مانع صدور فرمان جنگ از طرف آمنحتپ شویم؟ همین ذهن مرا به خود مشغول کرده است. من برای پیدا کردن راه حل نزد تو آمدم. راه حل؟ مثلا چه راه حل؟ من بروم جلوی دهان آمنحتپ را بگیرم که فرمان جنگ صادر نکنه. جلوی دهان او را نمیتوان گرفت، اما برای همیشه که میتوان بست. به خدایان سوگند که دیوانه، بس کن. هیچ معلوم هست چه میگویی؟ عقلت را از دست داده ای؟ دیوانه شده ای یا از جانت سیر شده ای؟ این عروس، مگر تو نگفتی دلت میخواهد مانع سقوط آمون و کشتار مردم شهر تبس شوی ها؟ آری، اما این که راه حل نیست. آمنحتپ خود مقام نیمه خدایی دارد، مگر میتوان او را کشت؟ نه، آمنحتپ مقام نیمه خدایی ندارد. اگر از خدایان بود علیه آمون و معبد مقدس اقدام نمی کرد. چون این اقدام بزرگی نیاز به تفکر دارد. بدون مقدمه نمیتوان اقدام کرد. چگونه میتوان آمنحتپ با آن همه محافظ و سرباز و با آن قدرت عظیم را به این آسانی که تو میگویی از میان برداشت و کشت؟ چرا که نه؟ مایه آن چند قطره زهر است. نه لشکر لازم دارد، نه زور بازو. من نمیتوانم علیه هیچ خدایی اقدام کنم. اگر به گفته تو آمنحتپ از خدایان باشد و جرم او سنگین‌تر است. من به این فکر میکنم که اگر یک خدا از بین برود، بهتر است که همه خدایان و هزاران نفر از مردم شهر کشته شوند. من معتقدم باید بیشتر فکر کرد. باید بیشتر فکر کرد. عجله کار عاقلانه‌ای نیست. وقت
کم است. اگر همین فردا آمنهوتپ فرمان حمله به معبد را صادر کند چه؟ میدانی چه فاجعه‌ای به بار میآید؟ با این حال باز تا فردا فرصت داریم. بگذار امشب را فکر کنم. من فردا باز میآیم. اگر تو هم کاری نکردی خود به تنهایی میتوانم از این فاجعه بزرگ جلوگیری کنم. تو فقط سکوت کن. ها؟ سکوت. همین. اگر موفق نشدیم چه؟ اگر او که فرزند خداست به رازمان پی برد چه؟ اگر موفق شدیم پوتیفار و افسران مصر ما را زنده خواهند گذاشت. بر سر همسر و فرزندانمان چه خواهد آمد؟ اگر آپوپیس تنها اقدام کند، آن وقت مرا شریک جرم معرفی کند، آن وقت چه؟ نمیدانم چه باید کرد. نمیدانم چه باید کرد. این عروس کیست؟ چه میخواهید؟ خدایگان آمنهوتپ شراب میخواهند. حتما همینک میآیم. جناب یوزارسیف، عالی جناب پوتیفار شما را احضار فرمودند. چه شده؟ مگر برای اولین بار است که جناب پوتیفار مرا به حضور می‌خوانند؟ بعد از ماجرای شما و بانو زلیخا آری اولین بار است. شاید مسئله مهمی باشد. نگران نباشید. من با وجود خداوند بزرگ از کسی بیم ندارم. به تو گفتم ماجرای آن روز را فراموش کن و جایی نقل نکن. یوزارسیف ناسپاس نیست. خود را مدیون شما می‌داند و نمیتواند نسبت به آبروی شما بی تفاوت باشد. نقل کرده ای یا نه؟ میدانید که من این کار را نمی کنم. پس چگونه همه مردم شهر آگاه شدند؟ تنها فرد حاضر در آنجا من نبودم. میدانم که بهانه میگیرم. درمانده ام که با تو چه کنم؟ هم تو را دوست میدارم هم دشمن. من نیز مستحصل شدم. این قصر با همه بزرگی و زیبایی برایم تنگ و تاریک شده. تحمل دسیسه های مدام زنان و نیش کلام ساکنان قصر را ندارم. زلیخا از من خواسته تا تو را زندانی کنم. خب تو چه میگویی؟ ناخواسته در حق من نیکی کرده است. منظور تو را نمیفهمم. زندانی شدن من هم به نیش و کنایه بدخواهان پایان خواهد داد و هم زمینه فراموشی بانو زلیخا را فراهم خواهد کرد. علاوه بر آن کاهنان نمیتوانند شما را به هم فکری با یک بیگانه متهم کنند. من نیز از این دامهای زنان مصر نجات خواهم یافت. به راستی تو زندان را به آزادی ترجیح میدهی؟ هیچ کس زندان را دوست ندارد، اما چاره چیست؟ فعلا زندان تنها راه حل است. باید به قصر آمنهوتپ بروم. بعداً در مورد تو تصمیم خواهم گرفت. بگو عرابم را حاضر کنم.
چه می شود؟ رنگ بر چهره نداری؟ نه عالی جناب، نه چیزی نیست. من حالم خوب است. آپوپیس؟ این عروسا چه می شود؟ حالا هیچ خوب نیست؟ چیزی نیست جناب فرمانروا، کسالتی مختصر دارد. شما غذایتان را میل کنید. بفرمایید. از این غذا نخورید. مسموم است. خائن کثیف، شراب تو مسموم بود، نه غذای من. دو نفر خائن را دست گیر کن. عالی جناب رحم کنید. بانوتی شما کمکمان کنید. خواهش میکنید. بانوتی عالی جناب. صبر. بگویید ماجرا چه است؟ عالی جناب، این خائن خسته کشتن شما را داشت. در شراب شما زهر ریخت. دروغ میگوید جناب فرمانروا. او بود که به من زهر داد تا در شراب شما بریزم. بسیار خوب. هر دوی شما از غذا و شراب بخورید. اگر نه همینجا در کاسه سر هر دویتان شراب خواهم نوشید. من در شراب شما زهر نریختم جناب فرمانروا. مطمئن باشید. نوبت توست. بخور ببین چه طعمی داره. همه را بخور. دیدی چگونه این روز شرابش را سر کشید؟ بخور! عالی جناب، من اشتباه کردم، خطا کردم. مرا ببخشید. شما را به خدایان مرا ببخشید. برید! عالی جناب خواهش میکنید. بانو شما سخنی میگویید. مرا ببخشید. مرا ببخشید. خیانت در قصد خودمان به ما سوء قصد میشود. گردن آنها را بزنید، باید به سزای خیانتتون برسند. فرمان خداوندگار من مطاع است. پیشنهاد میکنم دست نگه دارم. به آنها فرصت میدهی؟ نه عالی جناب، باید بیشتر تحمل کنیم. پیشنهاد میکنم تا پیدا شدن همدستانشان صبر کنیم. عالی جناب، قطعا اینها از جایی دستور گرفتند. این کار خودسرانه نیست. من شخصا از آنها بازجویی خواهم کرد. مطلب را پیگیری کنید و به اطلاع ما برسانید. منتظرم.
تعریف کنید ببینم ماجرا از چه قرار است. اول تو بگو آبوپیس، چه کسی یا کسانی از تو خواستن تا زهر در جام فرمانروا و خانواده‌اش بریزی؟ هیچ کس. من خودم تصمیم به این اقدام گرفتم. چرا؟ خدایگان آمنحتب چه بدی به تو کرده بود؟ برای اینکه شنیدم جناب آمنحتب به شما گفته به معبد آمون حمله کرده و کار کاهنان معبد و خدایامون را یکسره کنید. شنیدی؟ از کی؟ یا چه کسی؟ از کسی نشنیدم. خودم شنیدم. خودم شنیدم. پشت در ورودی قصر ایستاده بودم شنیدم. دروغ میگویی. من مخصوصاً پشت درب ورودی را دقت کردم تا مبادا کسی استراق سم کند. بسیار خوب. بعداً حقیقت را خواهی گفت. خب تو بگو. من خبر ندارم. روز گذشته آپوپیس به من گفت که آمنحتب قصد دارد توسط شما آمون و معبد شهر تبس را نابود کند. او از من خواست در تنگ شراب فرمانروا زهر بریزم، ولی من نریختم. دیدید که زهر را نیز به شما تحویل دادم. آیا کسی دیگری با تو تماس نگرفت؟ یا تو ندیدی کسی با آپوپیس تماس بگیرد؟ نه ندیدم. من جز آپوپیس کسی را ندیدم. اینها را اینجا پیدا میکنم. هرچه زودتر مخفیانه و کاملا پوشیده به طوری که شناخته نشوند به زندان زاویرا منتقل کنید. سیاه و سفید، آزاد و بد، زن و مرد، همه انسانند و یک خالق همه را خلق کرده. کسی را بر دیگری برتری نیست مگر به میزان انسانیت و خصال پسندیده. کاری ما معمولا به میان برده ها نمی آید. حتما کار مهمی پیش آمده. می توانم تنها با شما صحبت کنم؟ بانو زلیخا نزد پوتیفار رفته تا برای شما تقاضای مجازات زندان کند. تا فرصت باقی چاره‌ای بیندیشید. مثلا چه کنم؟ کافیست فقط گوشه چشمی نشان دهید، همه چیز درست می شود. شیطان از زبان تو سخن میگوید. شیطان شما زنان را بر من گماشته و تخم کینه مرا در دلتان کاشته. پس تا شیطان را اطاعت میکنید ستیز ادامه دارد و مرا هیچگاه مطیع نخواهید یافت. یا خداوند شر من را از من نگرداند و مرا در کنف اسمت خویشتن شاند. معلوم نیست عاقبتم به کجا خواهد انجامید. او چی میگفت؟ اصلا از تو چه میخواهد؟ بگذار من برایت بگویم. یوزارسیف یا باید زلیخا و زنان مصر را برگزیند یا زندان را. از زنان به خدا پناه برده و زندان اختیار خواهم کرد. مهنت زندان اگرچه طولانی شود عاقبت به سر آید، اما کسی نمیداند که زناکار از آتش دوزخ کی به در آید. خدا محتش، تو خود را به زندان میافکنی
تا از شر یک آتش واهی نجات یابی؟ هیچ عاقلی ندیده که مهنت زندان را بر زیبارویان ترجیح دهد. جناب رودامان، چه شده رودامون؟ گرفته و غمگینی؟ بالاخره پوتیفار دستور زندان مرا صادر کرد. گفتی عاقل ندیدی که چه؟ هیچ عاقل ندیدم که مهنت زندان را بر هم نشینی با زیبارویان ترجیح دهد. برویم رودامان. گره از ابرو باز کن که یوزارسیف از این واقعه غمگین نیست. ببینه کی رو می آورد. همکنون باز می‌گردم. چه اتفاقی افتاده؟ بالاخره بانو زلیخا کار خود را کرد. یوزارسیف را به زندان میبرند. من آماده‌ام. ما میدانیم شما بیگناه هستید. شاهد کوچک، تو با آنکه به درستی قضاوت کردی ولی باز همه را به زندان میبرم. من راضی به رضای او هستم. شاید تقدیر این است. مراقب او. نتیجه نافرمانی دستورات ارباب همین است. از قضا چون اطاعت فرمان رب الارباب کردم این گونه مبتلا شدم. او هر که را بیشتر دوست بدارد بیشتر رنج دهد.
ما چگونه رنج دوریش رو تحمل کنیم؟ نگران نباش، زندان برای من خلاصی و نجات است. من معبود خیش را شاکرم که از زندان این قصر نجاتم داد. رئیس زندان زاویرا کیدامن نام دارد که دوستان من است. نگران نباش. بهترین دوست من نیز در زندان زاویراست. همان که کیدامن را به وجود آورده. اصلا نگران نیستم. حرکت کن. درود بر عالی جناب هورمهوب. سپاسگزارم. جناب هورمهوب چرا خود را به زحمت انداخت؟ دستور جناب پوتیفار بود. باید شخصا می آمدم. دست نگه دارید.
این دو ساقی و خانسالار فرمانروا آمنحتب هستند. این عروس و آبوبیس. هیچ کس نباید با اینان تماس بگیرد. نامشان را هم برای کسی نگویید و اگر کسی سراغ اینان را گرفت بلافاصله به جناب پوتیفار خبر دهید. در ضمن زندانشان هم باید از دیگر زندانیان جدا باشد. اطاعت عالی جناب. می توانم بپرسم جرمشان چیست؟ سوء قصد به جان آمنحتب و خاندان. ممکن است کسانی در صدد کشتن آنان برآیند. کاملا محافظت کنید. سعی کنید ناشناس بمانند. اطاعت عالی جناب. اینان را ببرید. زندان انفرادی. این هم زندانی است؟ بله. جناب پوتیفار او را به زندان فرستاده. جناب رودمان فرمودند شرافت زندانی که برایتان فرستاده از همه انسان‌ها بالاتر است. رودمان رئیس محافظین قصر عالی جناب پوتیفار؟ بله، همینطور است. نام زندانی یوزرسیف و مشاور سابق عالی جناب پوتیفار است. می توانی بروی. زندان جای تو نیست. چه شد که گذرت به اینجا افتاد؟ به جرم نافرمانی از ارباب خویش. اینجا فرمانبرداری و اطاعت را خواهی آموخت. هرچه می نگرم به بندگان و بردگان نمیمانی. مایوسم نکنید. امیدوارم بنده خوبی باشم. در نهایت معلوم می شود. فقط تأکید می کنم با زندانیان زاویرا درگیر نشوید. موجودات خطرناکی هستند. او را به زندان عمومی ببرید. طوق و زینتالات او را گرفته و زنجیر به پایش بزنید.
اینجا محل گذر است و هر کسی مدتی در آن اتراق می کند و سپس بار بسته می رود. کمک کنید! دشمنی نداره. چرا اقدامی نمی کنید؟ نیازی نیست. الان تمام میشه. تمام می شود؟ معلوم است که تمام می شود. یا با مرگم بیچاره ضعیف یا با مجروح شدن. اگر من چه گفتم؟ توصیه میکنم که خیلی هرس نخورید. هر کس بالاخره یک طور باید بمیرد، ها؟ میکشمه. چرا میزنید؟ نگذارید مرا بزنن. این نزا را تمام کنید. بیش از این او را مجروح نکنید. کاری نداشته باش پسر جان، مگر نه تو را به جای او کتک خواهد زد. بچه جان، در کار بزرگترها دخالت نکن. بس کنید. او طاقت ضربات شما را ندارد. هیچ کس طاقت ضربات مرا ندارد. بس کن پسر جان، بدون خودت باش. اینها انسانند. چگونه میتوان تفاوت بود؟ بس کنید. برای آخرین بار میگم این نزا را تمام کنید. تو چه گفتی؟ گفتم این نزا را تمام کنید. از پا را نعل میکردن، پشم آمد پایش را بالا گرفت. آرام باش. رهایم کن. آرام باش. رهایم کن. آرام باش. رهایم کن. آرام. دستم را رها کن. هر زمان که آرام شدی رعایت میکنم. رهایم کن. شرط آن که به نزا ادامه ندهی. رهایم کن. آرام باش. رهایم کن. من قصد نزا با تو را ندارم، ولی من دارم. بس کن. اگر جرأت داری شروع کن. اگر آرام شدی تمامش کن. گفته بودم با زندانیان نزاع نکنی. نیامده شروع کردی؟ قصد من ممانعت از نزاع بود. نزاع نکرد. جناب کیدمه، اگر این جوان نبود نینفه کپتا مرا میکشت. پس شما اینجا چه میکنید؟ زندانیان یکدیگر را تکه پاره میکنند و شما فقط نگاه میکنید. از این پس هر کس موجب نزاع و بی‌نظمی در زندان شود خود را برای 100 ضرب شلاق آماده کند. نینفر کپتا چون آغازگر نزاع بوده 100 ضربه و یوزاسیف 50 ضربه.
تحمل میکند. ما مقابل نیست. اگر ندیدین این فرکبتا را چگونه محکم گرفته بود. ولی این منصفانه نیست. نباید مجازات بشه. حافظ 50 ثانیه او را باز کن. نمیدانم چگونه باید سپاسگزاری کنم. تو جان خود را به خاطر من به خطر انداختی. اگر نبودی مرا میکشت. ما انسانیم، باید یکدیگر را یاری کنیم. وظیفه من حمایت از شما بود. حافظ او را به سلول انفرادی ببرید. نام تو چیست؟ چه کاره ای؟ اینجا چه میکنی؟ چرا به زندان افتادی؟ مردم مصر یوزارسیف صدایم میکنند. تا امروز صبح پیشکار جناب پوتیفار بودم. علت زندانی شدنم تمرد و اطاعت نکردن از فرمان ارباب بود. و اما سوال بعد چه بود؟ تو با این جوانی پیشکار و همه کاره عزیز مصر یعنی پوتیفار بوده ای؟ نینفرکبتا همیشه برای حفظ برتری خود در زندان دیگران را به باد کتک میگیرد، زورگویی میکند. با حکدامن او را مجازات کرده، اما او باز هم زورگویی میکند. امروز برای اولین بار از تو جوابی دندان شکن گرفت. من او را میشناسم. از نگاهبانان قصر پوتیفار بود. امیدوار بودم که زندان او را متنبه کرده باشد، اما او چون یک قهرمان پیروز سوی زندان میرفت. اگر اظهار پشیمانی نکرد چه؟ عجله نکنید بانو، برای قضاوت هنوز زود است. چند روز که بگذرد قدر آزادی و ناز و نعمت قصر را خواهد دانست. روزی که میرفت به یک رها شده از بند میمانست، نه یک اسیر شده در بند. امیدوارم این ترفند جواب دهد، وگرنه من میدانم و تو. پروردگار مهربانم، یوسف گرفتار رنج و مشقت شده، او را یاری فرما. من آزادی خیش را از دست دادم که تو را از دست ندهم. الهی سختی زندان و شکنجه را بر من آسان گردان و توان صبر و بردباری به من عنایت فرما.
خداوندا، پوتیفار و زلیخا برای من زحمت بسیار کشیدند. من از آنان گذشتم، تو نیز بگذر و زلیخا را از زندانهای گوناگونی که برای خود ساخته نجات داده و به سوی خیش هدایت فرما. تو پیشتر نگهبان قصر پوتیفار بوده ای؟ تو از کجا میدانی؟ این جوان تو را میشناسد. من تو را میشناسم؟ چرا خود را اصلاح نمی کنی؟ چرا دست از خطا و شرارت بر نمی داری؟ در کودکی شاهد دزدی تو بودم، در بزرگی هم شاهد زورگویی تو. تو کیستی؟ از کجا مرا میشناسی؟ من همان کودکی هستم که باعث زندان افتادن تو شد. قصر پوتیفار، خزانه قصر، خاطر داری؟ هیچ وقت تو را فراموش نمی کنم. سوگند خوردم از تو انتقام بگیرم و خواهم گرفت. مراقب خودت باش. مرا از تو بیمی نیست. بیم آن دارم که با ادامه راه خطا خود را هلاک کنی. ماجرا چیست؟ چیزی نیست. مطلبی است مربوط به گذشته بین من و نینفرکپتار. آنها که هستند؟ جرمشان چیست؟ چرا زندانشان جداست؟ نمیدانم. دیروز آوردم. جرمشان باید سنگین باشد. از چهرهشان که شرارت بر نمی آید. مدام با یکدیگر نزاع دارند. نمیدانم چرا. همسر و فرزندانمان چه خواهند شد؟ تو یه بزدل، هر چه بر سرت بیاید کم است.
اگر بی ارزگی و ترس تو نبود همکنون آمونهotep مرده بود. ما نیز هر کدام برای خود جاه و مقامی داشتیم و ثروت هنگفتی را به چنگ آورده بودیم. حالا تو فکر میکنی چه بر سر ما خواهد آمد؟ من زیاد نگران نیستم. ما آمونهotep را نکشتیم، دیگری میکشد. نجات پیدا میکنیم، مطمئنم. پس تو کسانی را داری که کار نیمه تمام تو را تمام کنند.